سلام آقا ببینید، من الان چند مدتی خب ویدیو نمیذارم و دلیل دارم که الان بهتون میخوام بگم. دلیل اول اینه که من سال آخریم و امسال کنکور دارم. بعد بچه‌هایی که مثل سپهر رفتن دانشگاه، یه سال بعد از من بزرگتر رفت دانشگاه، بعد یه جورایی جمع یکم کار داشت. بعد تا بیایم اوکی شیم و اینا یکم خیلی طول کشید. ولی این ویدیو رو که میبینید، از این ویدیو به بعد داریم شروع میکنیم که هر روز که نمیشه ویدیو گذاشت، هفته حداقل 2 تا ویدیو رو بذاریم. بعد از این ویدیو به بعد کم کم ویدیوها شروع میشه. بعد این ویدیو رو هم لایک و ساب کنید، کامنت بذارید. الان هم که دارم روتین رو اوکی میکنم. الان من ساعت 8:30 است. من ساعت 7 بیدار شدم. همونطور که تو ویدیو هم دیدی که خواب بیدار و داغون بودم. بعد این ویدیویی که صبح دیدید، از صبح دارم از خودم ویدیو میگیرم، ولی یکم من حرف نزدم چون همه خواب بودن تو خونه. بعد زدم بیرون یکم بگردم و اینا، برم نون بگیرم و صبحانه رو اوکی کنم، بعد بریم بیرون ببینیم یکم ویدیو بگیریم و پارکور کار کنیم و اگه تونستم بچه‌ها رو پیدا کنیم که با هم دیگه. اینجا هم که میبینید الان یه جای خوب و عالی که تازه زدن، تازه درست کردن و 100% میان واسه ویدیو گرفتن از اینجا. بعد اینو بگم، ببینید الان من یه دونه شورت ویدیو یکم پیش گذاشتم، یعنی ساعت صبح 7 صبح بلند شدم واسه شما شورت ویدیو گذاشتم. ببین من چقدر دوستانه و عشقم، اصلا یه چیز دیگه. امروز فکر نکن که یکی دیگه میاد باهاش پارکور کار کنم. امروز کلا تنها، امروز کلا با من کلا